بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این درس هم اگر اهمیت دهید هر یک قطار در یک قطار یک حرف و در قطار دوم حرف دیگر است و قریب که به درس هفتم مانند است. در اینجا الف زبر آ، نون زبر نه، کاف با میم پیش کم، آ نکم. وقتی که در بالای کدام حرف تشدید و یا ساکن نباشد، در این صورت حرف قبلی و حرف بعدی در علیحدگی خوانده می شود. اهمیت می دهیم الف زبر آ، نون زبر نه. در اینجا که در بالای میم که ساکن است، به این خاطر کاف با میم می چسبد. کاف با میم پیش کم، آ نکم. در اونجا عین بود، در اینجا عینکم است. نگاه کنین، الف و یا زبر عین، نون زبر نه، کاف با میم پیش کم، عینکم. الف با یا زیر ای، نون زبر نه، کاف با میم پیش کم، اینکم. در درسی گذشته هم گفته بودیم که هر وقت که پیش از یا اگر زیر اومده باشد، در این صورت یا آواز ای دراز را میگیرد. البته در بالاش اگر زبر و یا پیش و یا زیر نداشته باشد. در اینجا الف و زبر او، نون زبر نه، کاف با میم پیش کم، او نکم. در درس قبلی او نبود، در اینجا او نکم است. تنها کلمه کم علاوه شده است. و در درس گذشته او نه، او نه، بعد آن بود و عین اینه پس از او نه او نبود. اما در اینجا عین اینه بعد آن کم اومده است و او نه او نه در آخر اومده است. جایهایشون کم در عوض شده است. تمام فرق کلانی در اینجا دیده نمی شود. الف با او زبر او، نون زبر نه، کاف با میم پیش کم، او نکم. الف با پیش او، نون زبر نه، کاف با میم پیش کم، او نکم. همچنین گفتیم که اگر پیش از حرف واو اشاره پیش اومده باشد و در بالای واو یگان زبر زیر و یا پیش نباشد، در این صورت واو آواز اوی دراز رو میگیرد. الف با او پیش او، نون زبر نه، کاف با میم پیش کم، او نکم. همچنین در درس گذشته گفته بودیم که الف با کدام حرف بیاید، اگر زبر داشته باشد اون حرف آواز آ با اون حرف اعلام میکند. یعنی که به الف زبر با، نون زبر نه، کاف با میم پیش کم، با نکم. به با یا زبر بی، نون زبر نه، کاف با میم پیش کم، بی نکم. به با یا زیر بی، نون زبر نه، کاف با میم پیش کم، بی نکم. به با زبر باو، نون زبر نه، کاف با میم پیش کم، باو نکم. به با پیش بو، نون زبر نه، کاف با میم پیش کم، بو نکم. ت الف زبر تا، نون زبر نه، کاف با میم پیش کم، تا نکم. ت با یا زبر تی، نون زبر نه، کاف با میم پیش کم، تی نکم. ت با یا زیر تی، نون زبر نه، کاف با میم پیش کم، تی نکم. ت با زبر تو، نون زبر نه، کاف با میم پیش کم، تو نکم. ت با پیش تو، نون زبر نه، کاف با میم پیش کم، تو نکم. س الف زبر سا، نون زبر نه، کاف با میم پیش کم، سا نکم. س با یا زبر سی، نون زبر نه، کاف با میم پیش کم، سی نکم. س با یا زیر سی، نون زبر نه، کاف با میم پیش کم، سی نکم. س با زبر سو، نون زبر نه، کاف با میم پیش کم، سو نکم. س با پیش سو، نون زبر نه، کاف با میم پیش کم، سو نکم. جیم الف زبر جا، نون زبر نه، کاف با میم پیش کم، جا نکم. جیم با یا زبر جی، نون زبر نه، کاف با میم پیش کم، جی نکم. جیم با یا زیر جی، نون زبر نه، کاف با میم پیش کم، جی نکم.
جیم با زبر جو نون زبر نه کاف با میم پیش کن جو نکن. جیم با پیش جو نون زبر نه کاف با میم پیش کن جو نکن. ح علی زبر ها نون زبر نه کاف با میم پیش کن ها نکن. ح با یا زبر حی نون زبر نه کاف با میم پیش کن حی نکن. ح با یا زر حی نون زبر نه کاف با میم پیش کن حی نکن. ح با زبر حو نون زبر نه کاف با میم پیش کن حو نکن. ح با پیش حو نون زبر نه کاف با میم پیش کن حو نکن. برای کسی که درس اگر وزمینی کند به یک بار میتوند تا این فاصله درس بگیرد و تیار کند و بعدا درس را باز پس از خود کردن دوام دهد. در اینجا خیلی زبر خا نون زبر نه کاف با میم پیش کن خا نکن. خ با یا زبر خی نون زبر نه کاف با میم پیش کن خی نکن. خ با یا زر خی نون زبر نه کاف با میم پیش کن خی نکن. خ با زبر خو نون زبر نه کاف با میم پیش کن خو نکن. خ با پیش خو نون زبر نه کاف با میم پیش کن خو نکن. دال علی زبر دا نون زبر نه کاف با میم پیش کن دا نکن. دال با یا زبر دای نون زبر نه کاف با میم پیش کن دای نکن. دال با یا زر دی نون زبر نه کاف با میم پیش کن دی نکن. دال با زبر دو نون زبر نه کاف با میم پیش کن دو نکن. دال با پیش دو نون زبر نه کاف با میم پیش کن دو نکن. زال علی زبر زا نون زبر نه کاف با میم پیش کن زا نکن. زال با یا زبر زی نون زبر نه کاف با میم پیش کن زی نکن. زال با یا زر زی نون زبر نه کاف با میم پیش کن زی نکن. زال با زبر زو نون زبر نه کاف با میم پیش کن زو نکن. زال با پیش زو نون زبر نه کاف با میم پیش کن زو نکن. ری علی زبر را نون زبر نه کاف با میم پیش کن را نکن. ری با یا زبر ری نون زبر نه کاف با میم پیش کن ری نکن. ری با یا زر ری نون زبر نه کاف با میم پیش کن ری نکن. ری با زبر رو نون زبر نه کاف با میم پیش کن رو نکن. ری با پیش رو نون زبر نه کاف با میم پیش کن رو نکن. ز علی زبر زا نون زبر نه کاف با میم پیش کن زا نکن. ز با یا زبر زی نون زبر نه کاف با میم پیش کن زی نکن. ز با یا زر زی نون زبر نه کاف با میم پیش کن زی نکن. ز با زبر زو نون زبر نه کاف با میم پیش کن زو نکن. ز با پیش زو نون زبر نه کاف با میم پیش کن زو نکن. سین علی زبر سا نون زبر نه کاف با میم پیش کن سا نکن. سین با یا زبر سی نون زبر نه کاف با میم پیش کن سی نکن. سین با یا زر سی نون زبر نه کاف با میم پیش کن سی نکن. سین با زبر سو نون زبر نه کاف با میم پیش کن سو نکن. سین با پیش سو نون زبر نه کاف با میم پیش کن سو نکن. فاصله به آن خاطر هست که میتونید قسمت دوم درس رو از خود کنید.